اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا ابی القاسم المصطفى محمد و الصلاة و السلام علی ائمة المعصومین لا سیما بقیة الله حجة ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. همزمانی سال جدید و ماه مبارک رمضان را خدمت همه عزیزان شنونده و بیننده تبریک عرض می کنم. امیدوارم که سالی همراه با معنویت و روحانیت داشته باشیم و همه مسلمانان و همه انسانها در این ماه از رحمت‌های الهی بهره‌مند بشوند. و عنوان بحثی که قرار شده در خدمت عزیزان باشیم با این عنوان هست که روزه و ماه رمضان باب معرفت الله هست. عرض بنده این هستش که ما یک وقت از راه استدلال و مسائل فلسفی، مسائل کلامی می‌خواهیم به خداوند متعال برسیم. این یک راه هست که به هر حال راهی است و درست هم هست، چون اعتقادات باید استدلالی باشد و ما از راه استدلال می‌خواهیم به خداوند متعال برسیم. راهی است برای شناخت خدا، برای تحکیم بخشیدن به اعتقادات انسان‌ها و راه درستی هم هست. یه راه دیگه راه معنویت و روحانیت هست که در این عنوانی که مشخص شده از این راه در واقع میخوایم به این راه به معرفت الله برسیم. چرا که در این ماه مبارک رمضان انسان وقتی که روزه‌دار هست آداب و دستوراتی داره که اونها رو اگر رعایت بکنه به نظر میرسه بهترین راه برای تقویت معنویت انسان و شناخت خداوند متعال هست. اگر ما این رو قبول داشته باشیم که انسان برای معرفت الله و رسیدن به شناخت خدا خلق شده و راه‌هایی که انسان‌ها طی می‌کنند و اونها رو دنبال می‌کنند برای رسیدن به همین معرفت الله هست، هر کسی از یک راهی از راه‌های مختلف میتونه به خداوند برسه. اما وقتی که ما به ماه مبارک رمضان و دستوراتی که در این ماه داده شده که اونها رو ما ملزم هستیم رعایت بکنیم و تنها به اصطلاح دوری از خوردن آشامیدن نیست. خوردن آشامیدن برای روزه‌دارانی است که برای اشخاصی است که میخوان این تکلیف از گردنشون ساقط بشه. طبیعتاً باید اینها رو رعایت کنن، دوری کنن از این چیزها تا به تکلیف عمل کرده باشن و روزه رو گرفته باشن، در واقع این تکلیف از گردنشون ساقط بشه. اما تنها روزه برای این نیست که انسان چندین ساعت گرسنگی بکشه و تشنگی بکشه، بلکه روزه از عبادت‌هایی است که برای رسیدن به تقرب الی الله و دست یافتن به معرفت الله مشخص شده. وقتی ما در کنار آداب و احکام روزه ادعیه ماه مبارک رمضان رو ملاحظه می‌کنیم، به این نکته که عرض می‌کنم به راحتی می‌توانیم برسیم و با تأمل و توجه و حتی اینی که قرائت قرآن، توجه به آیات قرآن کریم در این ماه مبارک رمضان و قرائت همراه با تدبر و تفکر که دستور آسمانی است برای این کار و ائمه علیهم السلام و این امر تأکید کردند که انسان باید وقتی آیات الهی رو میخونه تدبر و تفکر داشته باشه، چنان که بسیاری از بزرگان و اهل معرفت درباره‌شون نقل شده که گاهی بر یک آیه که میرسیدن به قدری تأمل میکردن، ساعتها درش تفکر میکردن تا به کنه اون آیه، حقیقت اون آیه و آیات برسن
در واقع قرائت قرآن هم در ماه مبارک رمضان برای این هست که انسان معارف الهی رو، معارف قرآنی رو به بهترین وجه از آیات قرآن به دست بیاره. در دعاهایی که در ماه مبارک رمضان وارد شده وقتی تأمل میکنیم، دعای افتتاح و سایر دعاها، به ویژه دعای سحر، دعای سحری که از اون کلمات اول و ابتدای این آیه که آغاز میشه تا آخر این دعا تمام اوصاف الهی رو به نحو کامل و اکمل بیان میکنه و جوری این کلمات رو ائمه علیهم السلام، امام معصوم علیه السلام فرمودند که انسان رو به اینجا میرسونه که تمام حقایق این عالم، تمام علوم این عالم، تمام حکمت ها در این عالم، تمام در این هست که انسان خدا رو درست بشناسه و معرفت پیدا بکنه. خود روزه گرفتن که همونطور که اشاره کردم درست گرسنگی و تشنگی کشیدن هست که این روزه صحیح انجام بشود، اما روزه یک بابی است که انسان توجه بکنه در وجود خودش، طبق اون حدیث شریف از امام علی علیه السلام که من عرف نفسه فقط عرف ربه، می توانیم این عرض رو داشته باشیم که شناخت خود انسان، اون مسائلی که در وجود انسان و خصوصیاتی که در وجود انسان نهاده شده است، توجه به اینها وقتی انسان در حال روزه هست بهترین وقت هست که توجه بکنه. خب این دهان، این زبان، این چشم، این گوش، این دست، این اعضا و جوارح برای چه در وجود انسان نهاده شده و اینها وسیله است برای تأمل و تفکر کردن تا رسیدن به معرفت الهی و شناخت الهی. ما وقتی مثلا به دعای عرفه، اون چی که منسوب هست به امام حسین علیه السلام، مراجعه میکنیم، میبینیم ابتدای دعای عرفه در اونجا حضرت اعضا و جوارح رو تک تک به صورت خاص با خصوصیاتی که این اعضا و جوارح دارن که حتی اونها در علم پزشکی هم ثابت شده که مثلا گوش چگونه میشنود، چشم چگونه میبیند، چشایی به چه صورت هست و همه اینها، بینایی به چه صورت هست. این تأمل در اینها، در این خصوصیاتی که امام حسین علیه السلام بیان کردن، انسان رو زمینه ای رو فراهم میکنه برای معرفت به خداوند متعال. عرض من این استش که در ماه مبارک رمضان که انسان دهانش بسته است از خوردن و آشامیدن، دستوراتی که داده شده در این ماه برای کسانی که میخوان روزه‌دار واقعی و جزو خواص روزه‌داران باشن این استش که چشم انسان، گوش انسان، زبان انسان، اعضا و جوارح انسان همه روزه‌دار باشن. خب وقتی که اعضا و جوارح روزه‌دار است، انسان وادار به تفکر میشه، این نگاه رو بکنم یا نکنم، این حرف رو بزنم یا نزنم، اصلا اساسا این اعضا و جوارح برای چی قرار داده شدن؟ ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، ما خلق نشدیم جز برای عبادت خدا. وقتی که برای عبادت خدا خلق شدیم، بهترین عبادت و عالی ترین مرتبه عبادت معرفت الله هست و در این ماه بهترین فرصت هست که در زمانی که انسان روزه‌دار هست، در زمانی که داره آیات قرآن رو تلاوت میکنه، در زمانی که داره ادعیه الهی رو میخونه، به اینها توجه بکنه که خدا چه نعمتهای عظیمی به انسان داده است که هر کدام از این نعمتها سزاوار شکرهای فراوان و بسیار است و تأمل در اینها انسان رو به معرفت خداوند و گشایش راههای فراوانی برای رسیدن به حقایق این عالم منتهی میکنه. وقتی که ما تفکر میکنیم در این اعضا و جوارحی که خداوند به انسان داده و در ایام دیگه مثل ماهی که در آب هست و قدر آب را نمیداند،
در ایام دیگه ما از همه اینها استفاده میکنیم، گاهی متاسفانه توجه نمیکنیم و دقت نمیکنیم که همه اینها قابل تأمل و تفکره. در این ماه بهترین راه هست برای این تأمل و تفکر کردن. تک تک نعمتهای الهی را انسان بشماره، به اینها توجه بکنن. همونطور که اشاره کردم، ببینید وقتی ما در دعای اوشن کبیر اسماء الهی رو میخوانیم، این اسما انسان رو برای چی و برای کجا و به چه جایی میرسانند. اگر اینها لغلغه زبان باشه، همینطور دعا رو بخونیم و اسماء الهی رو بخونیم و بعد هم القدس بگیم بدون هیچ تأمل و تفکری، بالاخره یک دعایی خوندیم و این مقدار هم همین مقدار که خوانده می شود تأثیر خودشو البته داره، ولی دعا وقتی تأثیر داره که ما به حقیقت اون دعا، به محتوای اون دعاها توجه بکنیم. و اینی که عرض میکنم روزه باب و راهی برای شناخت خداوند هست، توجه به این نکات هست، توجه به این کلمات و عبارات و مضامینی است که علیهم السلام که خودشون بالاترین معرفت رو به خداوند داشتن و در اوج معرفت بودن این کلمات رو بیان کردن و اینها بهترین ادعیه است. ما مثلا فرض کنیم مناجات 15 امام سجاد رو ببینیم، دعای صحیفه سجادیه رو در ورود به ماه رمضان ملاحظه بفرمایید. کلمات این دعا رو به عنوان اینی که با تأمل و دقت خونده بشد که حضرت چی گفتن و بعد آخر ماه در ودا چی میفرمایند. جز رسیدن به معرفت خدا هیچی در این کلمات وجود نداره. و وقتی که حضرت از فراغ ماه رمضان صحبت میکنن در وداع ماه مبارک رمضان، میبینیم که از این حالتی که انسان در ماه مبارک رمضان پیدا میکند، اون حالت روحانی و معنوی که پیدا میکند که شاید در ماه‌های دیگه یا پیدا نشود و یا کمتر پیدا بشود مگر برای اولیای خدا که مراقبت و مواظبت دارن، میبینه که اینها همه برای این است که انسان لااقل در این ماه مبارک رمضان که ماه خودسازی است، ماه بندگی است، ماه عبودیت هست، به معرفت الله برسد و به اوج معرفت الله برسد و اون هم با تأمل در اصل روزداری که چرا خداوند این امر رو فرموده است، چرا این همه فضیلت برای این ماه، روز و شب این ماه، چه در اون ساعاتی که انسان روزه است و چه در شبهای این ماه، این همه فضیلتی که قرار داده است، برای چی قرار داده اینها؟ آیا فقط برای این است که انسان به فکر گرسنگان، تشنگان و محرومین باشد؟ فقط اینه؟ خب این یه بخشی درست هم هست و توی روایات ما هم داره، اما بخش اعظم حقیقت روزه تنها این نیست که انسان به فکر گرسنگان و تشنگان و اینها باشه. این یه بخشی از روزه هست، درست هم هست، اما بخش مهمترش این است که انسان در حالتی که روزه دار هست، چون روح انسان از مادیات و از دنیای مقداری دور می شود و این حالت گرسنگی و تشنگی روح انسان رو تقویت میکنه، چون انسان ها همه ما هر زمانی که ما به جسممون بیشتر برسیم به روحمون کمتر رسیدیم و روح رو ضعیف کردیم. وقتی انسان به روحش برسه و به جسمش کمتر توجه بکنه، روحش تقویت میشه، درجات معنویش بیشتر میشه. آیا فقط برای همینه به فکر گرسنگان و تشنگان باشیم؟ نه، چون ما در حالت روزه حالتی داریم که اگر انسان تأمل و توجه بکنه، با گرسنگی و تشنگی، نخوردن و نشامیدن، بخشی از مسائل دنیایی رو کنار گذاشتیم و دائم در حال ذکر خدا و توجه به خداوند متعال هستیم. لذا این حالت روحانی و معنوی انسان تقویت میشه.
و وقتی که انسان به نماز میایسته در این ماه مبارک رمضان، علالقاعده اگر با توجه باشه حالت روحی و معنویش با غیر این ماه تفاوت پیدا میکنه. مواظبت هایی که در این ماه گفته شده و فرمودن، دستورهایی که دادن، همه اینها برای تقویت روحانیت و معنویت انسانه. وقتی این معنویت تقویت بشه، انسان به معرفت الله بهتر میرسه و دلش، جانش، قلبش، درونش به خداوند متعال، خداوند عالم متصل می شود. و وقتی که دعاهای این ماه رو، دعاهایی که مأثور هست مثل دعای افتتاح، مثل دعای سحر، مثل دعای جوشن کبیر و اعمال دیگه که ادعیه دیگه که گفته شده اینها رو میخواند، با این حالت میخواند. مثلا شما ملاحظه بفرمایید، ما دعای افتتاحی که وارد شده انسان میتواند هر شب این دعا رو بخونه. شروع این دعا به این صورت: اللهم انی افتتح الثناء بحمدک و انت مسدد للثواب بمنک و ایقنت انک انت ارحم الراحمین. خود این کلمات که از زبان امام معصوم صادر شده است و به ما دستور داده شده: خدایا من همه وجودم رو باید افتتاح کنم با ثنای تو و حمد تو. خداوندا تو ارحم الراحمینی، در جایگاه عفو و رحمت قرار گرفتی. خداوندا تو خدای رحمان و رحیمی هستی که اگر در جایگاه عفو و رحمت باشی از همه رو میبخشی. چرا که در این ماه باز روایات فراوان وارد شده که در شب و روز این ماه خداوند هاتفی رو داره، هاتفهایی رو داره که ندا میدن آیا استغفار کننده ای هست؟ آیا کسی هست که بخواد به توی ما برگرده؟ اینا همه یعنی رسیدن به معرفت خداوند، خداوندی که ارحم الراحمین است. البته اون جایگاهی که اگر در جایگاه عذاب هم باشه، خداوندی است که منتقم هست. یا در فراز دیگری میگیم: اللهم اذنت لی فی دعائک و مسئلتک فاسمع یا سمیع مدحتی. خدای تو اجازه داد من با تو سخن بگم، با تو صحبت کنم، تو محبوب من هستی. برای شناخت خداوند این نوع گفتگو با خداوند، این نوع تکلم کردن با خدا، این نوع راز و نیاز کردن با خدا راهی است برای شناخت خداوند متعال. و عجب یا رحیم و دعوتی و عقل یا غفور و اسرتی فکم یا الهی من کربت قد فرجتها. یاد کردن از اون چی که گرفتاری هایی که خداوند از انسان برطرف کرد، مشکلاتی که از انسان برداشته، اینا راهی به معرفت خدا. خدایا چه بلاهایی بوده که از من دفع کرد، چه نعمتهای بزرگی بوده است که به من دادی. انسان روزدار قدری که در اینها تأمل و تفکر میکنه میرسه به معرفت واقعی خداوند، معرفت روحانی و معنوی که حالا عارفان میگن پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. یعنی منظورشون این نیست که دیگه با استدلال ما نریم، استدلال رو دنبال نکنیم، بلکه بهترین راه برای شناخت خدا باب درونی و معرفت درونی است. و کم یا الهی من کربت فکم یا الهی من کربت قد فرجتها و هموم قد کشفتها و اسرت قد اقلتها و رحمت قد نشرتها و حلقت بلاء قد فککتها. الحمدلله الذی لم یتخذ صاحبة ولا ولدا. وقتی که انسان اینها رو با زبان دل، نه تنها با لغلغه زبان بیان میکنه: خدای چه مشکلاتی رو از من برداشتی، چه غمهایی رو از من برداشتی، چه بلاهایی رو از من برداشتی، حالا الحمدلله، الحمدلله الذی لم یتخذ صاحبة ولا ولدا. حمد بر اون خدایی که هیچ شریکی، هیچ مصاحبی، هیچ فرزندی و کسی رو نداره. ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا. بعد این حالت که در انسان ایجاد می شود، یعنی به این مرحله از معرفت که می رسد، میگوید الحمدلله به جمیع محامده کلها. ما یه وقتی بگیم الحمدلله، شکران لله،
اما یه وقتی میگیم الحمدلله به جمیع محامده کلها، حمد خدای را، ستایش خدای را به تمام اوصاف و به اوصاف پسندیده و حمیده‌ای که برای اون قرار داده شد. تأمل در این دعاها، تفکر در این دعاها، اون و تأمل در اون حالت روحی و معنوی که برای انسان روزه‌دار در ماه مبارک رمضان پیش میاد، همه اینها آرام آرام انسان روزه‌دار رو باز عرض میکنم با اگر تأمل و تفکر بکنه و تنها به گرسنگی و تشنگی اکتفا نکند به معرفت الهی میرساند. بعد دیگه اینجا خب همه شما، همه عزیزانی که شاید گوش میکنن این مطالب و این عرایض بنده رو، اینا رو میدونن، این دعا رو میخوانن یا خوندن و اینا رو میدونن. فقط من عرضم اینه که ما به تأمل و تفکر این دعاها رو بخونیم، دعاهایی که مخصوص ماه مبارک رمضان قرار داده شده و به ویژه دعای شریف سحر که خدا رحمت کنه بزرگان ما را، از جمله امام خمینی رحمت الله علیه که شرحی که بر این دعای سحر نوشتن، افراد چندی بر این شرح نوشتن تا اون چرا که امام بیان کردن که بدون هیچ مبالغه عرض میکنم به سختی برخی از مطالب اون رو میشود فهمید، جز با شرح توضیحی که کسی اهل این کار باشد. تمام اینها برای اینه که در نهایت انسان به همه حقایق معرفت الله برسد، به حقیقت معرفت الله برسد. و در ماه مبارک رمضان این باب رو خداوند باز کرده، این رحمت واسعه رو برای انسان قرار داده که از این رحمت استفاده بکند، بهره ببرد در روز آن، در شب آن، در همه لحظات آن و به معرفت خداوند نزدیک کنه خودش رو با تأمل در خود روزه و تأمل در ادعیه‌ای که در این ماه وارد شده. اللهم ان عفوک عن ذنبی و تجاوزک عن خطیئتی و صفحک عن ظلمی و سترک علی قبیح عملی و حلمک عن کثیر جرمی تا آخر. اینا رو میگه همانا خدایا، اینا همه روزی هایی است که از رحمت تو سرچشمه گرفته است و به من عنایت کردی و من رو در این راه قرار دادی که در این ماه مبارک رمضان با تو مأنوستر بشوم، به تو نزدیکتر بشوم و بتوانم از رحمت‌هایی که در این ماه قرار دادی برای بندگانت بهره ببرم و بتوانم خودم رو به معرفت تو، معرفت واقعی تو، معرفت قلبی و درونی به تو نزدیکتر بکنم. امیدوارم که روزهای ما هم روزهایی باشه که ما رو به معرفت الهی برساند و در دعاهای این ماه تأمل بیشتری بکنیم و دقت بیشتری بکنیم و همه کسانی که روزدار هستند در این ماه از این معنویت بهره مند بشوند. این که شما میبینید که برخی از بزرگان ماه رمضان رو و روزه گرفتن در این ماه رو با هیچ چیز عوض نمی‌کردن، حاضر نبودن که اعمالی، رفتاری، کارهای دیگه‌ای داشته باشن برای کارهای درست و صحیح بوده، کارهای غلطی نبوده، ولی دوست داشتن که روزه‌دار باشن، جزو صائمین در این ماه باشن، جزو قائمین در شب‌های این ماه باشن. به این جهت که باب معرفت الله در این ماه شریف باز هست و راهاش رو خداوند قرار داده و دستوراتش رو به ما داده است و ائمه علیهم السلام خودشون اولین کسانی بودند که از فضیلت‌های این ماه بهره مند شدند و به آداب این ماه مؤدب بودند. خود پیامبر اکرم صلوات الله علیه، پیامبر رحمت، چقدر سفارش بر ورود این ماه، در خروج این ماه، در اعمال این ماه، همه برای این بوده است که به این معرفت دست پیدا بکنیم. خداوند انشاءالله ما رو از رحمت‌های این ماه و رحمت‌های بیکران این ماه بهره مند بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.